یه سری از ماشینا هنو قیمتش با دلار جدید آپدیت نشده است و خریدن داره. این ماشین 2016 150 60 کاری بیرنگ، 160 کاری واقعی، یه برگ سند بدون رنگ، 3800. تردید نکنین، با 3800 دیگه هیچی بدون نمیدن. یه کرولا ولوی شده است 400. سلفی ها دارن میگن 50 300. این ماشین با سلفی یه قیمت بوده است، یعنی 50 300 تا 7800 1 میلیارد داریم حبابی منفی داره. بفرما حالا میخواین بخرید میخواین نخرید، خوش به حالمون که اون ماشینا میخرید، ما چه فرقی به حالمون میکنه؟ ما این ماشینا رو بالاخره میفروشیم. ولی آقایون و خانمایی که کلا پولی که برای ماشین گذاشتن 3800 بعدن افسوسشو میخورن و ببینین روزی که افسوسی ماشینا میخوری 2 میلیارد بالاتر بعدم باید بخرین پولشو ندارین، باید برین یه ماشین سطحی پایین بخرین. ممنون از همراهیتون.